سلام، بریم رو هم خوش اومدین. امروز میخوایم یه موضوع آموزشی رو راجع بهش صحبت کنیم. تقریبا آموزشی برمیگرده به مهاجرت. ما خیلی سوالی که ازمون پرسیده میشه بعد از اینکه حالا سوالای مربوط به ایتالیا و اینا رو میپرسن اینه که حالا ما اومدیم ایتالیا چطور هر کشور دیگه ای چطور کار پیدا کنیم؟ کار پیدا کردن این فرمولی که ما میگیم برای شخصی ماه برای همه دنیاست. یعنی حتی تو ایران هم من فکر میکنم اگر که با این فرمول بری جلو موفق میشی، ولی قطعا تو اروپا با این فرمول میتونی کار پیدا کنی. بریم ببینیم. ما نوت برداشتیم چون موضوع تخصصی بود بودیم که زیاد پراکنده حرف نزنیم. لازمه پیدا کردن کار بعد از مهاجرت. ما 4 تا دسته‌بندی کردیم. اولینش که از ببین ترتیب بندی شد برای هر کسی متفاوت شد، ولی ما 2 تا معتقدیم که مهمترینش مهارت در چند زیر شاخه داره، میتونه دسته‌بندی بشه. مهارت در حرفه مهمترینشه، یعنی دیگه ردخور نداره. وقتی میخوای یه کاری رو پیدا کنی اول باید توی اون کار حرفه‌ای بشی. بهترین کار اینه که شما از همون زمان که شروع میکنی به فکر کردن که بری یه کشور دیگه به فکر کنی که اوکی من در چه کاری میتونم مهارت داشته باشم و حرفه‌ای باشم که وقتی رسیدم اونجا اون کارو به عنوان شغل خودم انتخاب کنم، اون حرفه رو، به خاطر اینکه بعد بهش علاقه داشته باشی، چون تمام تایم تو رو پر میکنه و ازش قراره که پول در بیاری. شاید دوست داشته باشی که حتما مرتبط باشه با رشته‌ای که میخوای بیای درس بخونی، یا شاید بخوای یه چیز دیگه بخونی ولی از یه شغل دیگه ای لذت ببری. مهمترینه گزینه‌ای که اینجا وجود داره اینه که دنبال مدرک نباشید. فلان جا مدرک بین‌المللی میده، اینجا اینجوری اونجوری. نه، اینجا از شما مدرک اونجوری نمیخوان. شما میری کار میخوان، کار. حالا تو میگی خب اون از کجا میدونم من کار بلدم یا اگه مدرک نداشته باشم؟ مدرک حالا میتونه خوب باشه برای اینکه برسی به مصاحبه، اما روز مصاحبه از شما امتحان میگیرن. یعنی میری اونجا باهات صحبت میکنن، ازت خوششون اگه اومد میگن که خب بفرمایید عزیزم الان امتحان عملی بدیم. از اون چیزی که توقع دارن بهت امتحان میگیرن. از قبل بعضیشون بهت اطلاع میدن که مثلا از چه چیزایی قرار ازت امتحان بگیرن، ولی مثلا من جایی که الان دارم کار میکنم سورپرایز رفتم، یعنی قشنگ ریرو نگران شده بود چون من 5 ساعت داشت امتحان میداد. من دیگه همین شکلی رفتم رو به سیستم اینا. خب همه چیمون با هم شره، آدرس وادرس اینا رو پیدا کردم، شماره اینا رو پیدا کردم، گفتم جلایی شده بود. برای تا 5 دقیقه دیگه خیلی براش می-نوشتم، هی جواب نمیداد دیگه. گفتم 5 دقیقه دیگه اگر جواب نداد من زنگ میزنم پلیس، که ریما برام همون موقع نوشت من دارم امتحان میدم وگرنه کار از دست میدادم. خلاصا اینجوریه که ازتون امتحان میگیرن. پس برید یه چیزی رو حرفه‌ای یاد بگیرید. مثلا تو چیزی که رشته که من کار میکنم درس خوندم مرتبط به معماری و مهندسیه، پیشنهادم بهتون میتونه این باشه که اتوکد و رویتو بخورید، حرفه‌ای یاد بگیرید، دستتون توش برز باشه، همه چیزو بلد باشید که بتونید سریع کار پیدا کنید. اگر راجع به فشن بخوایم بعد بهتون بگم که یه مقدار پیچیده است، به خاطر اینکه تو رشته فشن خودمون میدونیم هر کسی که رشته فشن میخونه باید بدونه که اگر میخواد فشن دیزاینر شه تقریبا شانسش برای کار پیدا کردن 0. نه واقع بینانه دیگه. فشن دیزاینر بخوای تو برند چیز بشی خب اینجا تالنت خیلی زیاده و حالا بمونن، نمیخوام وارد حواشیشم. اکثر کسایی که فشن دیزاین میخونن وقتی که میان اینجا اگر بتونن برند شخصی بزنن که چقدر عالی. اگر نتونی برند شخصی تو بزنی که اونم مهارت‌های دیگه‌ای که احتمالاً نداری مثل من چی میشه؟ یا میری مثلا
توی مغازه ها کار میکنی، اول به عنوان فروشنده و میری پیشرفت بکنی و مسئول فروشگاه بشی و منیجر و فلان و اینا بشی. و اگر میتونیم روی زمینه الگوسازی کار کنی، الگوسازی حرفه‌ای یاد بگیری و هر چیز جدیدی هست بخوری که بتونی بجوی قشنگ هضم داشته باشی که هر مدل عجیب غریبی هم پیدا کنی بتونی الگوی خوب و ترتمیز در یاد تو زمینه خیاطی دیگه. همین تو این زمینه به نظر من اینستریتور و اینجور چیزا، فتوشاپ، عکاسی، اینا هم چیزایی که میتونه بهتون کمک کنه که کار تو دوره تحصیلت هم خیلی خوب کمکتون میکنه دیگه. میخوای پروژه دانشگاه مهارت دوم بسی مهمه، زبان خیلی مهمه. از زبان اون کشوری که میخواین برید رو باید بلد باشید که بتونید ارتباط برقرار کنید. نمیگم که 100% باید خیلی خوب باشین، به خاطر اینکه من خودم مثلا زبانم خیلی 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 پرفکت نبود وقتی کار پیدا کردم، اما برای اینکه حتی تو خیلی بهتون فشار استرس وارد میشه وقتی داری کار میکنی، ازت یه چیزی میخوان نمیفهمی، بهت استرس مضاعفی رو میده. برای زبان مهمه، ولی ممکن یه جایی بری تو مصاحبه بهت بگن اگر راحتی باهات انگلیسی صحبت کنم، ولی خیلی جاها نه، میگن که نه ایتالیایی باید بلد باشی. توی کشور دیگه هم خیلی مهمه، حالا تو ایتالیا نه ولی تو کشورهای مثل آلمان و دور جاها میدونم که حتی میتونی شانس اینو داشته باشی، افزایش حقوق داشته باشی، حتی میتونی. چرا من اینجا یکی از همکارام میگفتش جای دیگه که کار میکرده یه پسر ایرانی بوده که این اصلا ایتالیایی حرف نمیزده، شرکتش گفته که اگر ایتالیایی یاد بگیری ما حقوقت افزایش میدیم. من گفته که نه قربونت برم داداش، من دارم میرم آمریکا، همینجا خدافظ. حالا دستور کلی زبان مهمه ولی نه اونقدر، ولی باید بالاخره بلد باشی. مهارت سوم ارتباطات همون جایی که گفتم من خودم توش ضعیفم و شاید اگه داشتم میتونستم برند خودم را به نظر بفروشم کله کنم، ولی ارتباط خیلی مهمه حتی سر کار برای پیشرفت شغلی و همه چی. یعنی میشه ارتباطات میشه دو تا دستش کرد. یک پارتی که مثلا تو اینجا سخته بخوای پارتی پیدا کنی دیگه وارد یه شرکت بشی، ولی اگر که آدمی باشی که بتونی ارتباطاتتو بسازی، برای خود یک کامیونیتی درست کنی، این که بتونی کار پیدا کنی احتمالش خیلی بیشتر میشه. حالا تو زمین ارتباطات مثلا اگر بخوام بگم ریما ارتباطات سوشالش خیلی خوب بود توی سوشال میدیا، تور نه به این شکل بگی مثلا اینستاگرام و اینا نیست. مثلا ریما تو لینکدین به خاطر اینکه ارتباطات خوبی درست کرد و خیلی با مهارت بود و اینا، حالا نمیخوام ازش تعریف کنم، خودش دنبال کار نبود، کار دنبالش اومد. چندین دفعه باش تماس گرفتن به خاطر اینکه پورتفولیویی که داری همه اینا خیلی خوبه، بعد آدمای میره به پرزنت کردن خودت هم بحث میشه. ولی بحث ارتباطاتش که با آدم‌های درست ارتباط گرفته تو لینکدین که پیداش کردن که باش تماس گرفتن. درست. من اینجا حالا خودم با ارتباطات تونستم سر کار این بوده که کاری داشته به وجود می اومده، یکی از دوستای من بهم زنگ زد کجایی می‌خوای بری سر کار اینا؟ بیا. ارتباطات خیلی مهمه. حرف بعد از مهارت حرف دومو میزنه. به خاطر این بعد از مهارت حرف اول میزنه. مهارت رو باید داشته باشی که بعد با ارتباطات وقتی بهت زنگ زنه فلانی میری سر کار سری بگی یس. بعد میره سمتش پرزنت کردن خودت. حالا تو حرفه رو بلدی، یه ارتباطاتی هم ساختی، کانکشن پیدا کردی، رفتی به هر شکلی توی یه شرکتی، حالا چه شکلی خودتو پرزنت کنی که کارو بگیری و کارو به قرارداد برسونی و اون کار ادامه بدی. خیلی مهمه. یعنی اگر خودتون نتونی خوب پرزنت کنی نمیتونی کار رو بگیری و اینکه یا اگر کار رو بگیری با حقوق کمتری میگیری. خیلی مهمه که خودت رو بتونی با اون لولی که هستی معرفی کنی، نه اون چیز مثلا متواضع باشی و خودتو کم ببینی و فقط دنبال این باشی که اوکی کارا رو بگیرم، حالا نه، خودتو درست باید پرزنت کنی با تمام توانایی‌ای که داری.
و میرسی به مهارت در تطبیق خودت با محیط و فرهنگ اون کشور. من اینجا ایرانی‌ها رو میشناسم، میبینم که طرف میاد هرچی بهش میگم بهش بر میخوره. آقا درسته مثلا اینجا خیلی از آدم ها هستن که نجات پرستن، اصلا این غیر قابل انکاره، ولی ما اینجا که مهمان ایناییم، خب باید احترامی قائل باشیم و باید به فرهنگ اینا احترام بذاریم دیگه. ما خوشمون نمیاد فلان رفتاره که، خوشمون نمیاد فلان حرف زدن، فلان جور غذا خوردن یا هر چیز. ما اینجا مهمانیم، پس ما باید خودمون رو تطبیق بدیم با قوانین اینا و این شکلی میتونی توی کار و اینا موفق باشی. بعد حرفه تموم شد اینجا داستان حرفه میبندیم، میریم سراغ زمان. شما باید زمان بدی که کار پیدا بکنی. یعنی اینجوری نیستش که امروز رسیدی حرفه بلدی، خودتو خوب پرزنت کردی، ارتباطات ساختی، همون موقع کار پیدا کنی بری سر کار. باید بهش زمان بدی، سر زمانش اتفاق میفته. اما تو این فرصت هم نباید اینجوری کله شقبازی در بیاد بگی اونا من هیچ کار دیگه ای نمی کنم جز اون کاری که لیاقتشو دارم فلانه. نه، به این مجبور میشی کارهای مختلفی که اصلا هیچ ربطی به تخصص و علاقه و سرایقه داره انجام بدی، ولی باید اینا رو یک جوری تنظیم بکنی که همه تایم و انرژی تو نگیره، وگرنه هیچ وقت به حرفت نمیرسی. یعنی که همزمان که داری اون کارا رو میکنی رو بحث افزایش حرفت، تقویت حرفت زمان بذاری و مثلا برای رزومه نوشتن و فلان و اینا تو بروز کردن خودت همیشه وقت داشته باشی. اما میگم مثلا خیلی وقتا مجبور میشی توی رستوران کار کنی، ممکنه توی نمایشگاه اینا به عنوان هاستس کار کنی یا تراکت پخش کنی، دلیوری کار کنی برای غذا بردن فلان اینا، هیچ کدومش اشکال نداره. بالاخره زمانش میرسه، زمان مناسبش که کار رو پیدا کنی و بگیری. دقیقا. تا اون موقع صبر کن. بعد میریم سراغ جسارت و خودباوری. این خیلی آپشن مهمیه. یعنی اگر که تو اعتماد به نفس نداشته باشی، اگر خیلی هم حرفه‌ای باشی، از همه عالم هم تو بهتر کارتو انجام بدی، چون این چیزو میری، این حسو میری به آدمای اطرافت که خیلی به خودت مطمئن نیستی. این باز برمیگرد مثل پرزنت کردن خودت خیلی مرتبطه. تو وقتی میرفتی برای مصاحبه اگر جسارت نداشته، اگر خودتو قبول نداشته باشی، باور نداشته باشی، نمیتونی خودتو خوب پرزنت کنی. ببین آپشن پشت کارم توی همون لحظه امتحان باید به این جسارت خودباوری اضافه کنی. مثلا یه کاری بهت میدن که بلد نیستی انجام بدی، یا پنیک کنی، مثلا بگی ببخشید من نمیتونم برم، خب دیگه هیچی دیگه. آره مثلا اتفاق افتاده من دیدم طرف اومده چون مثلا تو شرکت ما برای مصاحبه نتونسته از پس کار بر نیومده، پا شده رفته، یعنی صدا نکرده طرفو که بیا آقا من اینجا مشکل دارم. حالت چیه دوست از این شکلیه، تو هرگز این شانس نداری که دوباره برگردی برای مثلا اون شغل توی اون شرکت یا برای هر سمت دیگه تو اون شرکت بخوای مثلا امتحان بدی. میگن که این پشت کار نداره دیگه. پس خیلی مهمه خودتو قبول داشته باشی، جسارت داشته باشی، از سوال کردن نترسی، به تو دلش. و یه چیز دیگه هم که هست، برای مثال اون وقت اگر بهت آفرای مزخرفی بدن صرفا به خاطر اینکه خارجی و ما اینجا ندیدیم که تو مثلا کار کرده باشی و تو شاید تو کشور خودت خیلی حرفه‌ای باشی ولی اینجا مثلا سابقه کار نداری یا بهت آفر مزخرف بدن، تو میگی نه خیلی ممنون، من با تخصصی دارم در حرفه خودم میتونم کارهای بهتر پیدا کنم و اونا ممکنه که بهت کارو بدن. همیشه در نظر داشته باشید همینقدر که ما به اونها نیاز داریم اونا به ما نیاز دارن برای شرکتشون. خودتون دست کم نگیرید و گزینه بسیار بسیار مهم و طلایی شانس. این شانس خیلی مهمه. آقا ممکنه یکی هیچ کدوم از این گزینه‌ها رو نداشته باشه و خوش شانس باشه. به محضی که اومد اصلا چه میدونم، البته یه فاکتور خداییش توی حتی شانس مهمه،
اونم همین نتورکینگ و ارتباط ساختنه. یعنی ممکنه یارو تو فرودگاه داره میاد یه نفر رو ببینه، من تازه اومدم فلان و اینا بلد باشه خودش رو معرفی کنه، شانس هم در خونش رو زده باشه، اون طرف مرتبط باشه، یه کاری سراغ داشته باشه، به بعدش سر کار. اما خب شانس همیشه در خونت رو نمیزنه. باید رو چیزایی رو گزینه هایی که دست خودت کار بکنی که شانس هم بیاد مرغ شانس بشه جو در خود کنه که به نتیجه برسی. و اما فاکتور بسی کوچیکی هم وجود داره که میتونه تاثیرگذار باشه، فاکتور سن. متاسفانه خب یه واقعیته که همیشه اول از همه هرچی جوان‌تر باشی، به خاطر اینکه برای اولش میدن حقوق کمتر بدن که بگن آره حالا باید فعلا مثلا بر ما امتحانی کار کنی و اینا، خب چی میشه؟ یه فاکتوری داره طرف. حالا حتی خودت هم اینجوریه، وقتی سنت کمتره خب وقت زیاد داری دیگه، برای همین اوکی تره برات که قبول کنی همچین موقعیتایی رو. همین دیگه، سن کمتر براش یه مقدار همه چیز ساده تر. دقیقاً سن کمتر آموزشت راحت تره، سریعتر یاد میگیری، سریعتر ارتباطات میسازی، سریعتر با فرهنگ اینجا خودتو تطبیق میدی، همه این چیزا. ولی زیاد چیز مهمی نیستش، برای همین اون کوچولو در نظر بگیریدش. یعنی ناامید نشین، نگو ولی که آخ دیگه از سن من گذشت و فلان شانسم که ندارم. برو روی حرفت کار کن، همین بس. حرفه. دوستتون داریم. اگه سوالی داشتید میتونید توی کامنت ها برامون بنویسید. اگه دوست داشتید اینجا کامنت رو دستت نبود، برو توی اینستاگرام ریم و اونجا برامون میتونی دی ام بدی و همین ما تا جایی که بتونیم بهتون کمک میکنیم. دوستتون داریم. موفق باشید. سابسکرایب یادت نره. بیشتر دوستت داریم باش. بای.